سلام بچه‌ها، من امیرعلی هستم. کلگاد گیم. خب بچه‌ها، امروز ما هم دیگه اومدیم با یه مکان مخفی داخل بازی رد ردمپشن 2. بچه مکانش هم اینجاست، درست بغل ونهوره که اینه بچه‌ها. خب بچه، اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و سابسکرایب کنید، کامنت هم بذارید دیگه. دمتون گرم بچه. اینجا یه جاییه که یه دکتره اینجا ماشاءالله علاف بوده، گفته که چیکار کنیم چیکار نکنیم، بیاد برینیم به حیات وحش. بعد الان اومده اینجا بعضی از حیوانات با هم دیگه ترکیب زده، بعد خوشش میگن اینا. مثلا یه جمله‌ش همین تمسای بدبخت که بی افتش کرده قشنگ، که اینجا واسش اینو شاخ گوز مره شدشه با بال نمیدونم کدوم حیوانه، بعد ترکیب زده خوشش کرده. بعد بزرگترین کاری هم که کرده این بوده، اینو نگاه ناموسن، این از همهشون گنده تره. نگاه این با پای خرسه، خب با پا و دست و پای خرس، بعد با شاخ بز و سر خوک و این دستای نمیدونم چیه، اینم با دستای تمساح و پر شاهینی او چیزی و همین دیگه. و بچه این اگه با جان مارسون بیایم، موقعی که آرتور مورگان میمیره، بعد با جان مارسون بیایم اینجا، میبینیم که این فرار کرده، یعنی زنده شده و در رفته. بله ریچه میدم اینجاست. دکتره ناموسن علاف بوده. بذار بگم این چیزی پیدا میشه. یه ساعت آقا، همش این ساعت ها. آها این کیلو زیاد که نه، چیز تقویت میکنه. هم که کاشی مشروب باشه. نیست. ایناست بچه ها. این هم بچه ها گوزنه که با شاخهای بوفالو بهش ترکیب زده. یا اول پس این هم که آهوه با ماهی و شاخ گوز بشین. احساس نکنم عمرم بتونه زنده بشه. چه این همینه. بعد این همینه. بعد من یه عکس هم ازش کنم بچه ها بزنین. این واسه قلب خرسه. بذار میکشم ببینیم. نه درسته دست من عکس اون با عکسش بود. اینه که اینه که بزنم نیستیم. آها آره اینه. اینه ها بچه. بعد با دوم ببری چیزیه، ببری یا شیر. نه آگوست 13 آگوست. بکنم میگه که آزمایش هم آماده است.
خب و اینا هم اینه. این چیه؟ بعد این در نمیدونم چرا باز نمیشه. کاش میرسیم اونورم ببینیم. خب بچه‌ها این بود از این ویدیو. خب بچه‌ها اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید، ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کنید، کامنت هم بذارید که دمتونم گرم. و تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.